سلام دوستای گلم، خدا کنه که صحتمند باشید. با آشپزخانه کوچک خوش آمدید. با آموزش جغول بغول بندری در خدمت شما هستم. این هم مواد لازم. با هم بریم ببینیم که چه قسم آماده کنیم. تا آخر ویدیو همراهیم کنین. لطفا ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و دکمه زنگوله رو هم بزنید. یک دست دل جگر تازه گوسفندی داریم. قسمی که در تصویر دیدین به همین قسم جگر سفید دل و جگر خورد خورد میکنیم، ریزه ریزه میکنیم به تکه های بسیار کوچیک. جگر سفید با دل به همین اندازه به تکه های کوچیک برش میزنیم. هر چقدر بتونیم تکه هایش کوچیک برش بزنیم راحت تر و زودتر نرم میشه. یک ذره خورد کردن جگر سفید سخت است، اما زودتر راحت نرم میشه اگر کوچیک برش بزنیم. جگر کمی بزرگتر برش میکنیم. دل جگر من تمیز شستم و گذاشتم که آب اضافیش بره. حالا اخته میکنم تنها جگر سفید با دل با 2 عدد پیاز و 2 عدد سیر و 1 قاشق زردچوبه اخته میکنم. 1 عدد آب لیمو رو هم برش اضافه میکنیم. آب لیمو باعث میشه که جگر سفید ما راحت نرم شوه، اخته شوه. پلاستیک میگیرم روشه، برای 5 ساعت میذارم که جا بیفته و اخته شوه. بعد 5 ساعت مواد ما کاملا جا افتاده، اخته شده. ببینید عزیزایم، 5 عدد پیاز خلالی برش میزنیم. تکه های پیاز ما باید بزرگ باشه. خلالی به همین اندازه برش میکنیم. ببینید 4 عدد سیره هم خلالی برش میزنیم. 2 عدد مرج تازه تند، این غذا باید تند باشه، برش میکنیم. 1 کیلو بانجان رومی رو هم برش میزنیم، نیگینی برش میزنیم به این اندازه. 100 گرم چربی داریم و همون دنبه ورقی برش میکنیم. عزیزانم، این غذا را اگه بتونیم به یک تابه به یک کرایی پخته کنیم خیلی خوب پخته میشه و هم به حرارت زیاد باید پخته کنیم. 100 گرم چربی ما را اول اضافه میکنیم به این قسم. به این اندازه که سرخ شد، کمی سر روغن آمد، 5 قاشق غذاخوری برش روغن علاوه میکنیم. من پرس پخته میکنم این غذا، چون کرایی من خورد است، کم کم پخته میکنم. پیاز اضافه میکنم. پیاز ما نباید زیاد سرخ شده، طلایی شده. به اندازه پیاز تفت میتیم و طلایی میکنیم که رنگ پیاز تغییر کنه. زیاد سرخ نمی کنیم. به این اندازه پیاز ما را که سرخ کردیم، جگر سفید که اخته کرده بودیم من داخل آبکش انداختم و کاملا آب اضافیش گرفته شده و اضافه کردم داخل کرایی. کمی سرخ میکنیم. دوستای خوبم، لطفاً حمایتم کنین، کانال یوتیوب ما سابسکرایب کنین، به حمایتتان ضرورت دارم. تشکر میکنم از شما. مرج تازه و سیر ما را اضافه میکنیم. تفت میتیم. به این اندازه که سرخ شد 1 قاشق زردچوبه اضافه میکنیم.
باید خوب هر دقیقه زود هم بزنیم چون که شعله گاز زیاد هست نسوزه. هم میزنیم با هم. بسیار خوشحال هستم در کنار شما عزیزانم هستم. 2 قاشق متوسط نمک اضافه میکنیم. یک قاشق مرچ سرخ تند علاوه میکنیم. 1 قاشق مرچ سیاه علاوه میکنیم. به این اندازه که جگر سفید ما پخته شد و سرخ شد جگر را اضافه میکنیم. چون که جگر زود نرم میشه دیرتر اضافه میکنیم. مخلوط میکنیم. جگر را نباید زیاد سرخ کنیم چون که خودتان دوستای عزیزم میفهمین که جگر زود خودش سخت میکنه. به خاطر این بسیار کم تفت میدیم. بعضی ها در این غذا کچالو یا همون سیب زمینی هم اضافه میکنن که من نکردم. به نظرم زیاد جالب نمیه. در این مرحله باذنجان رومی یا همون گوجه فرنگی ما رو اضافه میکنیم. باذنجان رومی ما رو هم زیاد تفت نمیدیم، سرخ نمیکنیم که آب پس نده. میره هم کم تفت میدیم. در این غذا یعنی همین جغول بغول ما از رو اصلا استفاده نمی کنیم چون که مزهش میبره. فاتحه جغول بغول خوانده میشه. فقط گوجه فرنگی باید استفاده کنیم. قسمی که در تصویر دیدین در ویدیو تماشا کردین به همین رقم ادامه میتین عزیزای دلم. این غذای خوشمزه را آماده میکنین. جغول بغول بندری غذای ایرانی هست. بسیار خوشمزه است. دوستایی که در ایران بودن میفهمن و خوردن مزهش هم میدانن. شما هم کسایی که نخوردن امتحان کنید. جغول بغول ما پخته شد. سرو میکنیم. 1 عدد لیمو را هم برش میزنیم. با خیارشور سرو میشه این غذا. خیارشور هم خلالی برش میکنیم. با نان لواش یا هر نانی که خودتان دوست داشتین میتونین که سرو کنین. اصلش به همین طریق سرو میشه. خیارشور رویش میذاریم. آب لیمو هم رویش میریزیم. به همین قسم لول میکنیم و نوش جان میکنیم. من سرو کردم غذا را. ببینید عزیزایم. پیشنهاد میکنم حتما آماده کنین، امتحان کنین. هم خوشمزه است و هم برای کمخونی مفید هست. دوستتان دارم. لطفا سابسکرایب فراموشتان نشه. تا ویدیوی بعد خدایا را نگهدارتان. به خدا من میسپارمتان.